سلام اومدیم که یه نوشیدنی، یه درینک خوشمزه، یک نوشیدنی خوشمزه درست کنیم، الکلی بزنیم و حالشو ببریم. مواد لازمش هم خیلی آسونه، اصلا چیز سختی نیست. حالا فلان و اینا. یه دونه آناناسه که ما از قبل توشو خالی کردیم، حالا توشو خالی کردنم براتون ویدیوشو گرفتم. یخ به میزان لازم داخل آناناسه که حالا ما زیاد برای تزیینش آب آناناس و آب کوکونات واتر، چی میگم بهش، آب هندونه، همون آب هندونه، آب کوکونات، نمیدونم چی میشه، آب نارگیل. آفرین، نارگیل. آب نارگیل داریم، ودکا به میزان لازم، هر برندی که دوست دارید. یه ذره چیز داریم، کرم نارگیل داریم، لیمو، سیروپ قرمز. دیگه چی داریم؟ دیگه همین، خیلی راحته و اینا. حالا ما یه شیکر هم داریم، میتونید ازش استفاده کنید، میتونید نکنید. میتونید تو لیوان درست کنید، میتونید توی این، حالا ما می‌خواستیم یه ذره جینگولانس بشه بذاریم برای مهمونمون، توی این درست میکنیم. خیلی هم عالی. حالا ما چی کار باید بکنیم؟ خیلی آسونه، همه رو با هم قاطی میکنیم. چطور؟ میایم اول یخ میریزیم، اونم به میزان لازم، هر چقدر که دوست داریم، هم خنک باشه دیگه. یخ میندازیم داخلش. شما میتونید ودکا بریزید، چقدر ودکا، هر چقدر دوست دارید، چقدر دوست داری مست شی. هیچ رسیپی خاصی نداره، یه دونه بریز، دوتا بریز و اینا. ما 2 اونس میریزیم، 1.5 اونس، نمیدونم چقدر میشه 1.5 اونس. یه ذره بیشتر میریزیم، یه ذره مست شیم. موقعی مشروب بخورید که دیگه نمیخواین از خونه برید بیرون، شبه رانندگی نکنید وقتی دارید چیکار کنید وقتی مست هستید. Don't drink and drive. لیمو میریزیم، اونم به میزان لازم، هر چقدر که دوست دارید. لیمو ببینید، این اصلا دست شما نیستش که شما، یعنی چیز خاصی نیستش که بگم حالا آب میوه چی بریزید. هر چیز دوست، آب آلبالو هم دوست داشتید میتونید بریزید، آب آلبالو بریزید، نمیدونم. حالا ما این آب آناناس رو داشتیم دیگه، ولی مثلا زرده، مثلا من یه ذره توش سیروپ چیز میریزم، قرمز میریزم، نمیدونم چیه، توت فرنگی، رازبری چیه، که این قرمز بشه. یه ذره میخوایم سنگین ترش کنیم. من حالا برای خودتون درست کنید، یه ذره سبک‌تر درست کنید، هر چقدر که چیز میکنید. میدونید چرا این کارو میکنم؟ به خاطر اینکه میخوام توش اینم اد کنم. چی داریم؟ کوکونات کرم. باز میکنیم، اینم از اینو. میرید چیکار میکنید؟
شیکش میکنیم. به به، این از این. حالا داخل اینی که خالی کرده بودیم و چیکار میکنیم؟ یخ میریزیم از قبل. یه ذره سطحش بیاد بالا دیگه. این دیگه اینقدر بخوری باد میکنی، یه ذره سرشو میاریم بالا که به اندازه کافی توش چیز کنی. یه ذره یخ میریزیم. حالا ما یه کار دیگه هم کردیم، یه ذره یخ درشت میریزیم. یخ خورد شده داریم، یخی که عقب خوردش کردیم. یخ خورد شده رو میریزیم که بیاد بالا تا جایی که میتونید. یخ خورد شده بریزید. دقت کنید که دور و بر نریزه. خیلی جیگولی و جینگولانس. هم سرگرم میشید، هم برای مهمونتون سرگرمی ایجاد میکنید، هم تایمتون میگذره، هم زیاد نمیخورید که حالا مثلا فلان بیسار دیگه. هر چقدر که هر کاری دیگه، هر جوری که خودتون دوست دارید. میتونید توی لیوان هم درست کنید دیگه، اون دست خودتونه. چیز خیلی آسونیه. حالا ما آناناس داشتیم، گفتیم چیکار کنیم با این آناناس. یه دونه یه ذره سطحش دوباره میره پایین. یه ذره سطحش میره پایین. یه جوس صورتی خوش رنگ به ما داد. یه ذرهشو نگه میداریم، یه ذره دیگه بهش یخ اد میکنیم، میره پایین. به به، چقدر سخت این یخه. دیگه دستگاه خردکن دارید که بهتره دیگه. ما از این استفاده کردیم، بعدم نشد. بقیه‌اش هم اد میکنیم. برای اینکه سطح مشروبتون هم بیاد بالا، یه مقداری از این آب آناناس اضافه میکنید. That's it. به همین راحتی. نی میذاریم داخلش برای اینکه جینگولانسش کنیم. یادم رفت بهتون بگم چی داریم. یه چیز دیگه هم داریم اینجا. نعنا داریم. نعنا هم یه دونه برگ خوشگلش رو میکنیم. جیگول میره این گوشه و یک عددم از این آناناسایی که خورد کردیم و میذاریم این کنارش. That's it. حالا میتونید شما درست کنید. این از شکلش و حالا رنگ داخلش هم که دیگه باید دیده بشه دیگه. نمیدونم دیده میشه یا نه. خیلی قشنگ، خوشگل و خوشمزه میتونید درست کنید. حالا بازم برای من میتونید بنویسید ببینید مثلا چی اگه اد میکردیم بهتر میشد، یا مثلا نمیدونم رنگش رو عوض میکردیم بهتر میشد، یا اصلا اگه ایده بهتری دارین به من بگین. همین دیگه. این از این. اسمش هم میتونید هر چی که دوست داری یه اسم براش انتخاب کنید. اسم داره دیگه، مثلا هاواییان هر چی که شما اسمشو بذارید همونو ما انجام میدیم. خیلی هم قشنگه.
خیلی هم خوشمزه است. درست کنید، نوش جونتون. میتونید الکل توش اد نکنید، میتونید بدون الکل باشه، میتونید فقط همون جوس رو انجام بدید. میتونید مثلا آب میوه دیگه بریزید، آب انار بریزید، نمیدونم آب پرتقال بریزید، آب آلبالو بریزید، هرچی که خودتون دوست دارید. That's it. چی بگم دیگه، خیلی کم شد نه؟ همینقدر، در همین حد انجام بدین. خیلی بیشتر بمونی با هم دیگه حرف بزنیم. چشم. تا اینجای کار رو که دیدید